واقعا از یک کسی که حرف دین میزنه بسیار بعیده. برو فیلم سکس هست را جمع کن. کدام سکس؟ همون سکسی که با خواهرت بود یا با مادرت؟ بگو برای من. دشنام ها داده، بد و بیراها گفته، توهین ها کرده. برو فیلم سکس هست را جمع کن. کدام سکس؟ همون سکسی که با خواهرت بود یا با مادرت؟ بگو برای من معین کن که کدام را میخوای که من حذف کنم. جواب بی‌ادبی را به بی‌ادبی بدی، خب هر کس میتونه بی‌ادبی بکنه. کدام را میخوای که از بین نیست از اینکه دشنام بده مانند تو حرفه هایی بزنه و به هر حال توهین بکنه و جسارت بکنه. هر کس میتونه این کارو بکنه. برو فیلم سکس هست را جمع کن. کدام سکس؟ همون سکسی که با خواهرت بود یا با مادرت؟ بگو برای من. این دشنام ها و توهین ها و صفات منافقانه رو بگذار یک طرف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه مشترکین عزیز، برادران و خواهران بزرگواری که به دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که استاد فاطر را با خود داریم. حتما ایشان را فالو بکنیم. این صفات منافقانه است، سب و شتم و فجور در خصومت. اگر یکی از اینها جرأت میکنه، من همینجا میگم، مشرک بودن ما را ثابت کنه، بسم الله بفرمایید. اگر ثابت کردی پس بعد برای تو اجازه است که هر چی دلت میخواد بگی. استاد، یعنی شما میگن که کسایی که در رکاب طواغیت میجنگن و در مقابل مسلمان علیه اسلام، در مقابل کفار، حتی با کفار قدم به قدم میجنگن، اینا کافر نیستن؟ من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. ولی این که برایتان میگم که یک لحظه گوش کنید. من خیلی واضح و شفاف گفتم که در رکاب طاغوت جنگیدن کفره، اما این که این فرد معین کافر باشه در این حرفه. ما نمیتوانیم تکفیر معین بکنیم. تکفیر مشخص بکنیم. امیدوارم که فرق این دوتا را متوجه شده باشه. من متوجه شدم استاد. حالا ما یکی عسکر طاغوت بشونیم، براش تعیین تکلیف بکنیم، براش بگوییم، حجت براش بطلبیم، بعد از او اگر قبول کرد تو رو کافر بگوییم، اگر نکرد نکنیم. درست؟ منظورتان همین است؟ منظور من اینه که تا زمان اتمام حجت نشه حق نداریم اون رو تکفیر کنیم. خدای نخواسته بین تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. اصلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. حتی این که واقعا ثابت بشه وظیفه من نیست، وظیفه شما نیست، وظیفه یک فرد عادی. یک چیز دعوت میکردن همه رسول و انبیا بعد از نوح علیه السلام، زیرا تا نوح علیه السلام از آدم تا نوح 2000 سال همه در حالت توحید، کفر بالطاغوت و ایمان به الله زندگی میکرد. اولین شرک در زمان نوح شروع شد و اولین دعوت هم به کفر بالطاغوت در زمان نوح علیه السلام و اولین عذاب مشرکین در نوح علیه السلام به وجود آمد. و از همون روز تا امروز اولین دعوت همه پیامبران چی بود؟ ان اعبدوا الله عبادت بکنید و اجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت بکنید. در سوره بقره و 56 الله شرط مسلمان شدن، شرط صحت اهل لا اله الا الله شدن را دو چیز ذکر کرد: کفر بالطاغوت و ایمان به الله. اگر از این شرط یکیش به وجود نیاد، مشروط هم یعنی ایمان هم لا اله الا الله در تو به وجود نمیاد. هزار مراتب لا اله الا الله بگو، کفر بالطاغوت نداری، لا اله الا الله به تو فایده نداره. زیرا که لا اله الا الله فقط به گفتن نیست، بلکه به رکنی انجام رکن است که اولیش کفر بالطاغوت است. الله سبحانه و تعالی میگه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر ورزید به طاغوت و ایمان آورد به الله، انمین چنگ زده است، انا همچنین انسان ها چنگ زده اند به لا اله الا الله. اهل لا اله الا الله همون کسانی که دو صفت رو دارن: کفر بالطاغوت و ایمان به الله. اما اول کفر بالطاغوت است که قلبت پاک باشد و ایمان به الله به بالای اون بیاید. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. بشارت برای جنت بریزوگی الله به کسانی داده می شود که اینها اجتناب کردند از عبادت نمودن طاغوت، یعنی طاغوت پرستی را ترک کردند، از طاغوت پرستی دست کشیدند و بازگشتند به سوی الله. برای همینها بشارت است. بینی خب عزیزم، دیگر میگه من به شاگردهایش گفتنیم، به خودش گفتنی هستم که در جای ما میگن آب خورده ای،
به همین تهمتات در حق ما شاگردان شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان آب خورده تهمتگار خر که فقط طعنه در حق ما که دو سه بیچاره، ما در نزد الله بیچاره هستیم الحمدلله، اما در نزد مشرکین سربلند هستیم. اینا مشرکین باید دونسته بمونند و بعد تهمت میزنند که گویا که ما جاهل هستیم. ما البته هیچ وقت خودمون رو عالم نگفتیم، لیکن از استادمون یک علم آموختن این دلالت به این نمیکنه که گویا که ما جاهل هستیم. ما هر روز علم آموخته، هر روز بالا رفته استادیم الحمدلله. خود قطنبه و امثال قطنبه عرب و عجمیش بیاید، ما الحمدلله اون چیزی که از استادمون ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان که برای ما قرآن و سنت به فهم سلف امت آموزوندن، قرآن سنت و فهم سلف امت با کتاب ها صحبت میکنه الحمدلله. این بیچاره غریب این تنها مونده، تهمت به استخوانش نیست. قدر به نادیدگی شاگردای شیخ طعنه زده ایستاده است که گویا که میگن ما رو مثل بی‌عقل ترین انسان های حساب کرده ایستاده است. میگه سه چهار بیچاره رو جمع کردی، اونها نمیفهمن، اونها نمیدونن. ما الحمدلله میدونیم، الحمدلله ما 100% یقینی کامل که میدونیم که استاد ما خیانتکار نیست. نه که تو عبدالرحمن فاتح و امثال عبدالرحمن فاتح یکی خودتون جاهلین، بعد دوم همون شاگرداتون به خیانت میکنن. یک شاگردش بیارین که برادرها یا که آذری ها خودش گرفته اینجا بیارین که میتوند اینجا صحبت کنه، گپ زده. خب همون کسایی که خبر برده میرسونید بگوین که گپت سخن دانسته بگو. استاد ما جاهل نیست، استاد ما الحمدلله علامه خراسان است. ما یقین داریم که عالم است، مجدد است، خیانتکار نیست، این به یقین داریم. و علمی که برای ما رسانده استاده است دروغ نرسانده استاده است الحمدلله. هر یک گفتهشون به کتاب صفحه رقمش میگویند. من شیخ به جزاک الله خیرم میگم، الله سبحانه و تعالی جنت فردوس نصیب کنه برای شما، الله حفظتون میکند. بارک الله فیکم اهل توحید. دیگر مشایخ باشن ان شاء الله صحبت بکنن. حفظك الله ابو عبدالرحمن، بارک الله فیک. لیکن من از شما میخواهم که یا از یکون برادر دیگر یک خواهشم هم این که در همین مسئله که برآمد شما رو زد، باید شما برآمده بیان کنید. در همین مسئله که میگوید که گفت است که من البته سخن اینو گوش نکردم، این گفت است که گویا کسانی که ابو محمد رو گوش میکنند یا در گرد اطرافش بوده جاهل هستند این هستند. البته این باز همون فکر و اندیشه غلامان است که گرد اطراف کسم پست میزنند و این باز همین به ادابی عبدالرحمن فاتحی به تربیه هست و باز همین صفت غلام صفتی است. برای همین برایت همین روز است من میگم فردا هست یک رد زنید، منهج بیان کنید در وقت رد زدن که ما چخیل تعلیم میدهیم و چخیل تعلیم میگیرید از نظر منهجی، از نظر کتاب ها، کدام کتاب ها چخیل حفظ، از حفظ حدیث، حفظ قرآن، خواندن عقیده ها و بیان مسائل ها، خواه فقهی و غیره باشد. به یگان خیانت از گفتی منهجی علما بیرون نشده در اساس اقوال علما. تا به حال شخصا من یگان چیزی را نگفتم که یک چیزی جدید باشد و من از پیش خودم پیدا کرده باشم. والله یک دوم یگان چیزی را نگفتم که از سخنهای غریب علما باشد، یعنی یک سخنی که شاذ باشد. سخن شاذ میدونه چیست؟ یعنی مخالف همه سخنها باشد. ابو عبدالرحمن صدای من خوب است؟ برام که موجب میبینم که بله شیخ عزیز، بهترین از شیخ است و ان شاء الله شیخ الله استون بکرد. این مسئله برایت این دور دراز نکنید، رد زنید به مردم بیان کنید که این جاهل صداش گذارید، رد زنید و به مردم بیان کنید شما هستید
برادر شیخ ابو حلیمه هستند و دیگر برادرها برای رد زندگی. سبحان الله، یک طالبین برآمد همین مسائلی که فقط در اساس همین منهجی علما گذاشته گپ زدن کجاش بد است؟ اینا حسد میکنن. این خوب است و غیر از حسد دیگر هیچ چیزی نداره. کجا از شاگردای خودی فاتح؟ کجا است شاگرداش؟ کجا است درسای منهجیش؟ گپاش عمومی است. فاتح مبدل به یک مخبر شده است. در این دنیا مخبر خیلی زیاد است، یعنی خبرنگار. امروز خیلی یک سیل بزرگی در هرات به وجود آمده. امروز خیلی زمین لرزه سخت تاجیکستان به وجود آمده. امروز چقدر فتوحات شده نشده. امروز حوثی ها به اینجا هواپیما زده. این خبرنگاری است. بله ما مسلمان ها عذاب کشان راضی نیستیم، در حقشون دعا میکنیم، لیکن وظیفه طالب علم و علما خبرنگاری نیست. محمد انصاری، عبدالرحمن فاتح، یکیش حزبی یکیش مدخلی، از سبب نبودن منهج و علم اینو خبرنگار شدن. مثلا یک حادثه میشه در یک جا، برف باران بارید درباره همون، یک از غلطی دی وفات کرد درباره همون، با مثلا حادثه های تغییرات طبیعت، جنگ و اینو میبرن. چخیلی که ما یک مسئله تحلیل کردیم کمی، اینو هر روز گپشون تحلیلی است و همین تحلیل به منهجی نیست. واقعا همه مشرک برادران عزیزی من گپ زدن میگن. یگانه کسی که اینها فقط جهنمی گفتگان میزند این موحدین است، دیگر همه برای نو برادر است. برای همین شما برادرای عزیزم، ابو عبدالرحمن یا دیگر از مشایخ، این جاهل، این احمق به فهمونید که چرا شما را جاهل میگه. فهمونید که این یک تهمت، بهتان، غلام صفتی و باز قومگرایی است. قومگرایی برایش همین سخنش را به دیگر، مثلا انمی محمد ابن شمس الدین هزارها شاگرد و طرفدار دارد. شاگردای وره جاهل نمیگد. مخالفای خودش از افغانستان شاگرداش جاهل نمیگد. برای چی؟ برای که افغان است، برای اینکه ویها عرب است. در نزد این همین فقط تاجیک ها پست است. این خودش بلند میگیرد. این فکر میکرد که یک فکر هست که افغانستان قهرمانند، تاجیکستان ملحدانند. گفتنی گپ است. این گفتی معرف راسخ و غیره. این همون عقیده اندیشه است. اینو همین عقیده و همین اندیشه است. تاجیک سخن حق گفت در نزد این داعشی، تاجیک سخن حق گفت در نزد این جاهل. اما غیر تاجیک، افغان، عرب یا یک ایرانی های مدخلیه که هست، مدخلی های جهمی، سخن باطل و کفری شرکه میگد. برادر عزیز قومگراست، اخزاه الله قومگراست. ملتگرایی قایدش گفتیم. بله، ملتگرایی همین است که یک قسم ملت رو بلند دانید و قسمی رو پس دانید، یا ملت خودتون رو بلند و افضل دانید، ملت دیگر رو پس. این خیلی نبودن توحید به دلالت. برای همین برادران عزیزم، هر کسی که صحبت کرده میتواند طریقه جواب دادن رو اینچنین کنید که شما برای 20 دقیقه 30 دقیقه گپ زنید. بعد از این همه برادرهایی که در این مسئله گپ زده میتوانند، حتی خواهرهایی که امروز درس خونده‌اند، فکر خودشون، البته ما خواهرهای اینجا به داخل نکنیم، برادرهایی که امروز درس خونده‌اند، منهج ما منهج علما است. از نظر حدیثی 40، بعد از این عمدة الاحکام، اگر شاید بلوغ المرام نشد، کتب السته، حدیثا، مصطلحا، سندن، حفظا، شرحا، علم رجالاش کتی. از نظر تفسیر، اصول تفسیر و تفسیر به منهج سلف. از نظر اعتقاد، کتاب‌های متونی عادیه که از علماء النجد شروع کرده، شرح داده به متقدمین و به سلف. از نظر فرقه ها، تمام فرقه ها را حقیقتش رو بیان کردن. از نظر حزبگرایی ها، تمام حزبگراها را و حزب ها را رد زدن. از نظر احکام و اسماء و الاحکام، منهج سلف کتی بودن و اهل سنت کتی بودن. علمای اهل سنت رو خطاگیاشون جاش بگذاشتن و به اونها خوب معامله کردن. این منهج اصلا
در این جهمی ها وجود ندارد. اینها منهج نمیداند که منهج چی است. البته این منهج ما عیناً همین منهج علمایی که ما تعلیم گرفتیم. ما خود ما رو قهرمان نمیگیم، ما طالب علم هستیم، یکی منهجی که از علما تعلیم گرفتیم. منهج این خوبسا چی است؟ می رود این عبدالرحمن شرمنده در یوتیوبی دموکرات ها شیشته می خواهد که بین من و بین فاتح شرمنده دموکرات قاضی باشد، حاکم باشد. در بین او خنده کرده ایستد. ما در کانال دموکرات یک یهودی در مسئله نمیدونم کفر شرک گپ زنیم. اگر بزدل نباشد عبدالرحمن قطنبه بزدل نباشد چرا به اینجا نمیباید؟ انا اینجا که ما هر روز آزاد هستیم. اگر شما گوید که چرا تو نمیروی، در کجا آزاد است که من روم؟ والله من میروم محکم میکند اصلا به من دیگر 5 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای 1 دقیقه هم وقت نمیده. تحقیر میکند، حقارت داشتم میکرد. اما شما دیدید که به نزد ما خوارج آمد، به نزد ما جهمی آمد، اشعری آمد، اینش آمد اونش آمد. وقت میدین به شرطی که بیاد ما گوید که من برای بحث آمدم، من برای مناظره آمدم، من میخوام که بحث و مناظره کنیم. ما به بینمون یک نفر بودم صادق رو میمونیم، یا به 3 دقیقه اتفاق میکنیم، به 5 دقیقه، به تمام آداب و اخلاق بحث و مناظره. عبدالرحمن فاتح چند دقیقه گوید؟ اگر خواهد 3 دقیقگی به نوبت، اگر خواهد 5 دقیقگی به نوبت صحبت میکنیم. مرحمت در همینجا مردم هم جمع میشود تا 1000 نفر شاید جمع شود، 600 700 هزار نفر جمع شد، بحث و مناظره میکنیم، تسجیل میشد، به یوتیوبش گذارد و میتواند که در عین همون زمانی که در تلگرام ما بحث و مناظره میکنیم یوتیوبش رو روشن کند، هم در یوتیوبش خودش به ویدیو نشون میدهد، صدای ما رو هم از اینجایی که رفته است گذارد. اما ما انا همینجا هستیم، باکی ندارم، به آداب، به اخلاق، بدون تحقیر، بدون کبر و غرور، در اساس قرآن و سنت و منهجی گپ میزند. قال فلان و فلان در اساس منهج صفحه کتاب تیت تو پیت میکنی، روزی سیاش نشون میتی، به منهجی و مدخلگیش نشون میتی، فرار کردنش نشانش میتی. منهج ندارد، یقینا منهج جهمی است. اما وقتی که میره و دو به یک کانالی دموکراتی که دشمنی شدید به ما دارد و اونها به خودشون مخینت سیاه دارند، اونها میخوان که از این چیزها چندین فایده های شخصی خودشون اون دموکرات ها گیرند. من احمق نیستم که به خاطر این جاهلک به هر کجا روم. مرحمت جای ما، میدان ما واضح است. ما هیچ وقت فرار نکردیم و فرار هم نمیکنیم. منهجمون واضح است، میدانمون هم واضح است. قطنبه چندین بار شاید همینجا به در اومده باشد، بسم الله بیاید. طرفداران که این دارد جهمی ها لینک گروه ما، سلکه گروه ما برای ارسال کنید، هر روز بیاد اینجا بحث و مناظره علما و منهجا بدون تحقیر. 3 دقیقه 3 دقیقه تمام گپ زند، گپ میزنه، تماشا میکنیم که چی میشه آخرش. اما این تحقیرهایی که میکند، اول خودم رو میگفت که تو مسلمان ها رو کافر میگویی، تو شرک کرده ها رو مشرک میگویی، این خلاف همه هست، تو خلاف اینا میکنی. بعد از این آمدن و گفتن که ببینید اختلاف است، من تو رو در بخاطر عذری بیا به خاطر عذری تکفیر میکنیم. اگر در مسئله عذر بالجهل به من اختلاف نداشته باشی و اختلاف تو فقط عذر بالجهل اختلافی است، عذر المشرک تکفیر نمیشود باشد هرگز. یعنی وقتی که ما گفتیم که عذر بالجهل اختلافی است، این دلالت میکرد که عذر المشرک هرگز نباید تکفیر کرده شود. عذر المشرک را تکفیر کردن خوارجی غلو است، تکفیری است، درجه کمش غلو و تکفیری است. این منهج اینو است. اگر تو به همین یقین داشته باشی، به همین عقیده باطلت، به همین عقیده شیطانیت، جهمیت باوری داشته باشی، بسم الله بیا. ما در اساس منهجی قرآن و سنت با فهم سلف به تو روبرو میشیم که عذر المشرک را آیا قرآن تکفیر کرده، سنت تکفیر کرده، صحابه ها تکفیر کرده یا نکرده، و بعد از این میگذاریم به بعد از صحابه تابعین تبع تابعین. اگر اثبات کی شد توبه میکنیم.
متنن و سندن که اثبات شد توبه میکنه، اجماعا که اثبات شد توبه میکنه. اما تو بدون که به من تو خلاف صحبت ما رو بیار که سلف گفته باشند که آزر المشرک تکفیر کردن نمیشه. ما هر دو قول داریم. ما قول داریم که در قسم از مسائل سلف گفتند که آزری تکفیر کرده می شود به تفصیل و تقسیماتش، و در قسم از مسائل سلف آزر المشرک که معذرت خواهی میکنه، آزر المشرک رو سلف تکفیر کردن، اما آزری در بعض مسائل رو تکفیر نکرد. کسی اومدو تارک الصلات تکفیر نکرد، عذر داد، عذرهای جاهلانه، بالاخره تارک الصلات مسلمان گفت. گفتن قول مرجع است، مذهب مرجع است، این یک خطا است، ضلالت است، اما تکفیر نکرد. همش ثابت است. بالاخره جنگی که مبارزه که بین ما و عبدالرحمن فاتح هست یک چند سال، این جنگ اهل سنت با جهمی ها هست. یک طالب علم اهل سنت با یک طالب علم جهمی مدخلی دارد بحث میکرد. اما این البته در همون منهج خودش هم علم نداره. ما آماده ایم و حاضریم هر وقتی که عبدالرحمن فاتح خواست بسم الله بیاد اینجا، همه شاهد است. و به شما هم میگیم برادرای عزیزم طالب علم ها که شما رو طعنه زده است، اینها که جاهل در گرد اطرافش، جواب گوید، تماشا نکنید، بینا جواب گوید، مختصر جواب گوید که فهمت منهجی شما، علمی شما. و از اهل سنت هم زیاد شدن طالب علم اهل سنت هم با کمی یک بار فکر بکند که تاجیک ها الحمدلله روز به روز توحید فهمیده شدن و خیانت این خوبسا را فهمیده شدن، و طالب علم اهل سنت مرحم زیاد شده است و می شود و والعاقبه للمتقین است. بارک الله فیک. جزاک الله. جزاک الله. بارک الله فیکم شیخ. ان شاء الله فردا الله خواسته باشد هر یک تا آخرش ان شاء الله صحبتاشو گوش بکنیم. بارک الله فیکم شیخ عزیز. و شیخ یک چیزی، یک منهج دیگر رو بیان کردن که به یک انسان تکفیر کردن، انسان خوارج گفته نمی شود. یک انسان کفر شدید یا یک بارک الله فیکم شرک شدید یا یک اعتقادی کفری شرک شدید، یک انسان اگر تکفیر کرد، رفت یک انسان خطا کرده هم تکفیر کرد یک انسان معینه، نه خوارج گفته نمی شود. لیکن این گمراهی به منهج نفس پرست فقط تنها به خاطر خودش تکفیر کرده میگه که مرا تکفیر کردی به خاطر همین، یعنی خوارج گفته استوده. گمراه، الله خورد کند قابل هدایت نباشی. و اینها چگونه که شیخ هم بیان کردن، اینها ما تاجیکا رو یعنی روسا چخل که دویم سورد دایم سورد میشمارن، نظرش نمیگیرد، نظر ناگرانه. چقدر هزارها 10,000 1,000,000 ممکن آدم شیخ گوش کرده است، شاگرد است. اون ما اکثرا برادرها رو نمیشناسیم که در یوتیوب ها گوش میکنن، در دیگر جا. الان اگر 257 آدم باشد در پشت این تلفن ها در بعض خانه ها 10 کس است، 5 کس است، این هزارها 2000 انسان هم پخش مستقیم گوش کرده است. این نظر نوگیری، این متکبری امت اسلام بر رحم نداشته، جاهل، بیچاره، هر چیزی که فوریده است گفته است. برای چی؟ برای که اینو رحم ندارد. اما همین داد و فیغانشون در برای چی است؟ موحد بر رحم نیست، مسلمان بر رحم نیست. داد و فیغان اینها برای چی بود؟ یا دفاع از طاغوت، یا دفاع از لشکران طاغوت، یا طاغوت پرستا، مشرکین قبر پرست. همین دشمنیش با شیخ به خاطر چی است؟ من والله بگید به خاطر تکفیر طاغوت ها، به خاطر تکفیر لشکران طاغوت، به خاطر کسایی که طاغوت ها را تکفیر نمی کنند، به خاطر کسانی که قبر می پرستند و با اینها دوستی می کنند. کسانی که این طاغوت ها را امیر گفته مسلمان ها را می فروشند
به خاطر دفاع آنها، دیگر چیزی نیست. شیخ گناهی نکردن و میگوید که این کذاب تهمتگر میگوید که در لایف آمدی گریختی. امروز هر انسان میتواند که نامش ابو محمد مدنی میماند. اگر آوازشون می برآوردن حق در حقیقت فهمیده گفته میشن که من ابو محمد مدنی و میرفتن، بعد حق داشت که این سخن رو بگه رفتی از لایف. لیکن انسانی که نبود تهمت میزند، تهمت زده میگوید که تو آمدی گریختی. این کذاب. ما استادمان رو میدونیم از خوابشون نو خیزوندن، شما اولاد جهمی ها میگریزید. شرمنده. بعد میگد که گروه که مدخلی بودن به من تهمت نیست. یکی از مشکلات رو شیخ بیان میکنن. بسیار وقتها یک اعتقاد رو بیان میکنن که اینها نمیدونن. همین سهراب عادلیان، محمد انصاری یا که همین عبدالرحمن فاتح، امثال اینها مدخلی بودنشون انکار میکند و میگه که ما مدخلی نگفتیم. اما این جاهلکا شیخ ده ها بار بیان میکنن که این جاهلکا به سبب چی مدخلی رو یا بد میگن یا خودشون رو مدخلی نمیگن، برای که نظری مدخلی های کلانشون اینها رو نظر نگیری میکند. و اما اینها من باب اعتقادشون را که در زمان ما جهمی زمان ما ربی هادی مدخل، سلیمان روحیلی و یا که محمد امین جامی و امثالش هست که این اعتقاد جرجسیه رو منتشر داره، انا همین هاست. و این اعتقاد باطلش رو از کی گرفته است؟ از انا همین ها گرفته است. و این طاغوت ها رو مسلمان گفتن از کی گرفته است؟ این انا از همین ها آموخته است. الله اکبر. این نمیدوند که این جاهل اعتقاد مدخلی ها را نمیدوند. اینها اکثرتش شاید بگوید که ما مدخلی ها رو قبول نداریم، اونها خوب نیستن. اما برای چی خوب نیستن شما به دلیل آورده نمیتونن. برای چی؟ برای که اینها گمراهان نه عقیده خودشون نمیدونند و نه عقیده ربی هادی مدخلی و امثالش. بارک الله فیکم. ما الحمدلله ما انشالله فردا بیان میکنیم که ما از استادمون چی آموختیم. ما هر یک اعتقادی صوفی ها چی به گمراه است، اشعری چی به گمراه است، مثلا اشعری ماتوریدی چی به گمراه است، مدخلی ها چی به گمراه است، رافضه ها چی به گمراه است، حزبی ها چی به گمراه است، حکم بغیر ما انزل الله، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء، ملت ابراهیم، اسماء و صفات و چهار مذهب فقهشون چی چیز آموختن بیان میکنیم که اینها خودش باید بعد از این مردانه برای ما باید بیان بکرد که از این چیزهایی که ما آموختیم کدام چیزش رو این 100% آموخته است. من یقین دارم که یگان چرا این آموختگی نیست. این کفر بالطاغوت رو نمیدوند، حکم بغیر ما انزل الله رو نمیدوند، اشعری ماتوریدی رو درست نمیشناسد و بارک الله فیکم حزبی ها رو نمیدوند، رافضه ها رو برادر گفته میگردد. الحمدلله استاد ما لیکن همین چیزا آموزوندن برای ما. ما شکر الله هم میکنیم. و این گمراهکایی که برده خبر میرسونید برسونید. ما شب و روز تیار هستیم و شیخ درست بیان کردن و رفته با یک چیز دیگر رو برسونید به این گمراه که گروه اینها گروه عدل است. صوفی آمد عدل را دید، خوارج آمد عدل را دید و هر گمراهی که آمد عدل را دید و خودش قائل شد رفت. اما لیکن در نزد این جهمی ها کسی عدل را ندید است. و بیاید استاد ما الحمدلله تیار هستن این مسائل ها به صحبت بکنیم.
الله همتون حفظ بکرد اهل توحید. و انا همین هاست که نصرت دهنده جهمی هاست، نصرت دهنده صوفی رافضه و دیگر هاست. اگر وقتی که تکفیر که از بین می رود، بعد بین مسلمان و کافر فرق نمیگذارد. امروز خدمت طواغیت را کی کرده است؟ به نام سلفی مدخلی در تمام دنیا مسلمان فروشی، رافضه و اشعری ماتریدی و صوفی ها و حزبی های برادرش. آیا همین ها تمام طاغوت های روی دنیا به خدمت نکرده است؟ خدمت کرده است. رنج عذاب مسلمان ها از دست کی است؟ کی سببگار است؟ عقیده مسلمان ها رو پریشان کرده و عقیده های باطل رو در آورده انسان ها رو کافر کرده. دفاع یک دیگری مسلمان ها رو از بین برد و دولت عثمانی از بین رفت، خلافت عثمانی از بین رفت. سبب چی شد؟ سبب صوفی های مشرک برادرش قرآن و سنت ترک کردن. الله اینها را خار بکند. در اول ها میگفت که شما مسلمان ها را تکفیر میکنید. مسلمان ها گفته کی را میگفت؟ طاغوت پرستا را، قبر پرستا را. این نوخلفی خبیث فریبگر. ما بیعقل نیستیم. ما هر یک چیزی که شما گفتید فراموش کردگی نیستیم. الحمدلله ما گوش راست میکنیم که شما در کجا گفتید و چگونه گفتید. همین حزبی های ملعون مسلمان کشه که آشکار میگد که در اروپا هم در روسیه هم در همه جا طاغوت ها برده سپرید، کی بر آمده دفاع کرد؟ کی بر آمده اینها را نصرت داد؟ گروه 24 را محمد انصاری خبیث، محمد اقبال را عبدالرحمن فاتح. اینها مسلمان ها را قتل کرده میگفتند که ما قاتلان را بد نگویید، ما تبسم شیطانی داریم. چخیل قتل کرده است؟ این حزبی های نجسی که مسلمان ها را طاغوت ها به فروش گفته فتوا داده است، انا همین بر اومده گفته است که اینا مسلمان هستند، خوب هستند، هر کس شما را تکفیر میکنه خوارج و کلاب النار است. مسلمان های بیچاره در رنج و عذاب است. فتوا دهنده این است، سردار این است، این دین فروش قاتل. الله بارک فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دیگه برادرها فکر و اندیشات ان شاء الله بیان بکنید. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله. شیخ عزیز خوب هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبم. اخی اسماعیل بفرمایید. بارک الله فیکم. اخی جون ما در این مسئله کمی صحبت کنیم در این مسئله که تحقیر و چیزایی که به اهل توحید کرد. ما ایزابش گوش کردم موزی یک چند دقیقه نفسی نوشای تهمت‌های شخدار با اهل توحید گفت. یک نگه پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که من دین برای شما گذاشته رفتم که شبش و مثل روز آشکار است و شبی که چقدر تاریک است همه شب تاریکی به مثل روز آشکار، یعنی که من دین آشکار و دین آشکار برای شما مونده رفتم، یعنی که شما فهمیدنش، یعنی که درباره تدبر کردنش برای شما آسان میشه. و این عبدالرحمن فاتح قطنبه امروز در ثبتاش میگه که بسیار جاهلایی که محمد مدنی گوش میکنن و نمیگن که یک بار که شیخ ابو محمد مدنی مقصد چیکار بکن، همین مسئله تو اشتباه است. و این جاهل و این مشرک و این دوستدارای مشرک ما عبدالرحمن فاتح میگیم که ما وقتی این دین اسلام قبول کردیم، دین اسلام به ما لوازم و تقاضای به ما کرد که چگو الاستسلام لله بالتوحید. اولین چیزی که ما چی کردیم، اول تسلیم شدیم به چی؟ استسلام بالله، اول تسلیم میشیم به توحید، به یگانگی الله سبحانه و تعالی. و دیگه چیزی که به ما تقاضا کرد چی؟
و انقیاد له بطاعه و اطاعت کردن که از الله از رسولش و براءت من الشرک و اهل. سوم چیزش به حد مهمه برای همین صحبت ما امروزه که قطنبه برای ما موحدین تهمت میزنه. ای جاهل احمق، اولین چیزی که اسلام برای ما تقاضا کرده است براءت من الشرک و اهل، بیزاری جستن از شرک و از اهل شرک. این تقاضایی که به ما ابو محمد مدنی حفظه الله نه، این الله، این رسول الله صلی الله علیه وسلم، این دین اسلام به ما تقاضا کرده است که چیکار بکن از شرک و از اهل شرک، یعنی که از مشرک بیزاری وجود. و همین سخن الله و رسول ابو محمد مدنی حفظه الله برای ما رسونده است که همین سخن الله رسول ای موحدین چقدر به دندانه کرسیتون بگیرین، به دندانه کرسیتون بگیرین و عمل بکنین وقتتون نجات بتین. و همین چیز ما گرفتیم عمل کردیم، کجاش ناحقیه. و تو میایی عبدالرحمن فاتح، عبدالرحمن قطنبه میایی میگی که مشرک گفتن، کافر گفتن این دشنامه، یعنی که این گفتنیه که مشرک گفتن، کافر گفتن دشنام میگه، این یعنی که الله و رسول الله چی دشنام کننده میگه. این نه تنها این تعنش به اهل توحید نیست، این تعنش به ابو محمد مدنی حفظه الله و با موحدین نیست، این تعنش به الله و رسول. این از تکفیره که الله و رسول به مشرکین کردگان راضی نیستن. همین مشرکین جهمیه تکفیر یا کسی را که الله و رسول تکفیر کردگی اینا راضی نیستن. اینا بله ما را خوارج میگن، تکفیری میگن، با چوی خودشون میگن، نکم اینا نه تنها با ما، اینا با الله و رسول راضی نیستن. این میگه که شما ما را جهمی میگین، مشرک میگین. ما همین را گوش کردم، میگه که ابو محمد مدنی ما را دشنام میگه. ما هم حرکت کردم گوش نکردم، گوش کردن نتونستم. ما فکر کردم چی دشنام، نگاه میکنم آخر گپش میگه که ابو محمد مدنی ما را مشرک میگه. الله اکبر. و میگه که ما چالش میتیم که شما چیکار بکنین. ولی ان شاء الله که در رات شب با صحبت و ان شاء الله چی میشه ما که کمی در مسئله گفتم بدرم. و میگه که شما ابو محمد مدنی حفظه الله و دیگه البته چالش تو میتیم که مشرک بدن ما اثبات بکنین. الله اکبر. الحمدلله ای صحبت‌های همین روزه خلاصه بندی کردم که این بیچارگیش و مسکین بودنش و مشرک بودن خودش مقصد چیکار شد همین روز معلوم شد. بیچارگیش امروز معلوم کرد که و گفت که ما چیکار کردم، اون مشرک که ما گفتین مرا تحصیل کرد و گپایی که در حق ما گفتین که بله ما واقعا لشکر طاغوت شدن ما اجازه دادم و با مشرکین، با کفار، با حزبیا موالات کردن اجازه دادم و اهل توحید با مشرکا رفتم مقصد خوارج گفتم و همون سخنایی که و همون ردیه هایی که شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله منهجاً زدک و طالب علمای اهل سنت و الجماعت ایره منهجاً علما دکزد کردن به قرآن و سنت که در این مسئله تو جهمی هستی، تو مشرک هستی، در این مسئله تو مدخلی هستی، در این مسئله تو لشکر طاغوت را گفتن جایز دونستی و لشکر طاغوت شدن کفر ندونستی و همینا ردایی که زدن. امروز من میگم الحمدلله هذا من فضل ربی، از جانب ربمون است که از جانب اللهمون است که این ردیه‌های چی به خانه به تک تک خانه‌های اینا رفته رسیده است و اینها فهمیده استند و اینها مشرک بودن خودشون فهمیده استند. الحمدلله این یک نعمت الله والله موحدین بگن الله اکبر. این یک نعمت الله که این توحیدی، این یکتاپرستی ما، این براءت ما، این موالات ما با موحدین در تک تک خاندان اینا رفته رسیده است و اینها به هوش آمده استند. ببین چی میگه، ما میگه در مسئله عذر بالجهل میگه بعض جزئیاتش اختلاف داریم. نگاه کنین آشکارا صحبت میکرد، آشکارا میگفت که جهل در شرک کفر اکبر عذره. این مسئله اختلافیه امروز از عقیده‌های باطلش گشته. این هم چیه؟ این هم ثابت ماندن موحدینه، ثابت ماندن اهل توحید، ثابت ماندن علمای ربانیه، ثابت ماندن در دین الله سبحانه و تعالی. مقصد که روی خاطر نکردن و آمدن حق همچنان حق است بیان کردن و الله سبحانه و تعالی این حق رفت در گوش مشرکین رفت رساند. الله اکبر.
الله اکبر فضل الله سبحانه و تعالی حفظتان بکنه. موحدین و شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان در حق شما دعاگاه هستیم و هم خیلی باز هم ما از شما خواهش میکنیم و آن سخنی که به احمد ابن حنبل رحمه الله گفتن که شیخ ثابت ماندن تو ثابت ماندن ما و ما هم خیلی دعا میکنیم و میگیم شیخ باز هم ثابت تر بمانین. ان شاء الله این مشرکین باذن الله یا باز میگردن یا به همه شیرشون از دنیا مثلا خار و ذلیل نمیروند. الله اکبر. ان شاء الله که با در مسئله که رد شید باز زیادتر صحبت میکنیم. حفظکم الله و رعاکم. بارک الله فیکم. جزاك الله خيرا شيخ اسماعيل برادران، بارك الله فيكم، جزاك الله. اللهم امين. الله سبحانه وتعالى دعوتنا قبول بکنه. الحمد لله الحمد لله. این سخنها که اخی اسماعیل چندین سالها فریب کردن، از حق مردم دور کردن، اما امروز ما الحمدلله ثم الحمدلله میگیم که حق در اساس قال فلان و قال فلان نگرفتیم. چگونه که اینها دینشون، فقط اینها دینشون نگاه بکنیم فلانی گفت فلانی گفت، قرآن و سنت دلیل نمیبرند. قرآن و سنت هم دلیل آوردن، فهمش فهمی کس فهمی خودشون است، نه فهمی صحابه تابعین و تبع تابعین، بلکه فهمی خودشون پیشنهاد میکنند. در همه جا خیانتکاری، به سخن الله و رسولش خیانتکاری، به سخن علما خیانتکاری و به مسلمان ها خیانتکاری. اشعری معترضی چرا گمراه است؟ زیرا که قرآن و سنت گفت و فهم کدام فهم داد؟ فهم صحابه تابعین تبع تابعین، یا که فهم خودشه؟ بلکه فهم خودشه بیان کرد و گمراه شد. و همچنین این گونه جهمی های زمانه ما و شما خیانتکارها. شیخ بارک الله فیکم، وقت داشته باشه انشاءالله شیخ صحبت بکنید. جزاک الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو علي أهلا وسهلا. أعوذ من ميراد برغا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو علي أهلا وسهلا. وسط الناس بفرمي. حفظك الله ورعاك وبارك الله فيك. وشيخ أبو محمد مدني حفظك الله وديجار مشايخ شيخ محقق إيراني الشيخ أبو عبد الرحمن برادر مو إسماعيل، الله سبحانه وتعالى شما رو حفظ کند. و خیلی گوش کردم. الحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى البته ما از اولا از الله سبحانه و تعالی حمد و سپاس به الله سبحانه و تعالی میکنیم که ما رو به انمی خیل مجلس های مبارکه و به انمی خیل استاد بهترین که ما رو فقط بجز انمین آیت دیگر چیز به ما یاد ندادن. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. بگو که این راه من است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود. الله المستعان. این اینترنت من کم کم چسبیده شده است. یعنی با بصیرت علی بصیره، با برهان و با حجت، با قرآن و با سنت. و من اتبعنی یعنی حجتی آشکار و واضح و ظاهر.
به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکنند و الله سبحانه و تعالی پاک است و سبحان الله و ما انا من المشرکین. الله سبحانه و تعالی از آن چیزهایی که مشرکین میگویند از آن چیز پاک است. به همین خاطر در تفسیر ابن جرير الطبري القول في تأويل قوله تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد بگو ای محمد هذه دعوة التي أدعو إليها، یعنی من دعوتی که به این من دعوت میکنم و طریقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعة وترك معصيته. يعني إن دعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم میکنه من هذه دعوة التي إنم دعوته هست که به این دعوت میکنم از دعوت چی؟ از دعوت توحید به سوی توحید و اخلاص العباده، عبادت را خالص برای الله سبحانه و تعالی کردن، مخلصین له الدین، الا لله الدین الخالص، دین را خالص برای الله سبحانه و تعالی کردن و دین خالص فقط برای الله است. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى. و کسانی که خالص به الله سبحانه و تعالی عبادت نمی کنند، یعنی دون الاله والاوثان، انا مشرکین هستند، بغیر از الله سبحانه و تعالی به بت‌ها و به دیگر چیزها عبادت میکنند. سبیل و طریقتی و دعوتی، راه انمون طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم لکل نبی، به تمام پیامبران چی بود؟ شرعت و منهاجه، به تمام پیامبران شریعت و منهج بود. این انمین راه و روش منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم که دعوت به سوی توحید، ادعو الی الله، طریقت و دعوت ادعو الی الله، طریقه و راه و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی چی بود؟ به سوی دعوت الله بود. وحده لا شریک له، الله یگانه که شریک ندارد. علی بصیره، به بصیرت، بر بصیرت، یعنی بذلك و یقین علم منی به، امون یقین، انمون علم، انمون برهان و حجتی که ظاهر و آشکار است از رسول الله صلی الله علیه وسلم، از الله سبحانه و تعالی به رسول الله و از رسول الله صلی الله علیه وسلم با واسطه صحابگان و تابعین و تبع تابعین و متقدمین و متأخرین و تا معاصرین با ما اومده رسید. انمین است دعوت و راه و روشی که در ما هست، در این مدرسه مبارکه هست. انمین است دعوت ما. و هر کسی که چی سخن دارد، هر کسی که چی شکایت دارد، مرحمت، مدرسه باز است، مدرسه باز است، بیاید بگوید شما در انمین راهتون اشتباه دارید و با ما شاگردان ابو محمد مدنی حفظه الله بیاید شکایتش رو بگوید که شما جاهل هستید، در انمین مسئله شما جاهل هستید و انمین جاهلی ما رو اثبات کند. البته نگفته نماند که ما خودمون رو عالم هم نگفتیم، یعنی به یگان کس دعوا هم نکردیم که تو ما رو عالم نگفتی و جاهل گفتی، یا تو ما رو طالب علم نگفتی و تو ما رو جاهل گفتی، بلکه ما هم انسان هستیم، از خطا خالی نیستیم، کم بودی داریم. لیکن
در نزد اهل بدعت با شدت هستیم. در نزد اهل بدعت وقتی که با ما، اگر ما اهل بدعت هم ما رو جاهل میگوید، مرحمت بیاید با عدل صحبت کند، بگوید شما در همینجا جاهل هستید. به خاطر چی؟ همین سخن من به خاطر چی گفته ایستادم؟ همین سخن این به خاطر اینکه این الله سبحانه و تعالی میگوید. الله سبحانه و تعالی میفرماید که افغیر الله ابغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. آیا شما افغیر الله ابغی حکما، آیا بجز الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی یک حکم، یک قاضی، یک حکم شما میخواهید مگر؟ و حال آن که اوست که کتاب را برای شما مفصل به تفصیل نازل کرد. مرحمت کتاب الله بیننا و بینکم یا اهل البدعه کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه وسلم. بیایید مرحمت کدامی از شما باشید، من خاصتا من یک شاگرد کوچکی شیخ ابو محمد مدنی هستم. به همین عبدالرحمن فاتح همین را گفتنی هستم که عبدالرحمن فاتح مرد هستی. البته من تو رو مسلمان نمیدونم، حاضر من یعنی کافر بودن تو رو اثبات میکنم. چخیلی که برادر اسماعیل گفتن اثبات کنند، بله کافر بودن تو رو اثبات میکنم. تو در چندین آیت ها، من بعضی آیت ها رو به تو میگویم لیکن بعضیش رو نمیگویم به خاطر وقت زیاد نرفتن، کافر بودن تو رو. و در همین بابت یعنی یک انسانی که کفر و شرک دارد، حد او از این پایان دیگر حد نیست. اما یک انسانی که اصلش توحید است، یعنی اصلی که توحید اصل دین رو دارد، او دیگر گناهش رو الله سبحانه و تعالی میبخشد. و کجا ماند که دیگر بنده ها درباره او مثلا صحبت کنند؟ الله سبحانه و تعالی خودش یا ابن آدم، ای فرزند آدم، با کل فرزند آدم گفته است. در حدیث قدسی در کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب در فضیلت توحید، یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. شرطی بخشیدن را الله سبحانه و تعالی شرک نآوردن را گفته است. البته در گناه کبیره در مشیت الله سبحانه و تعالی هست. اینجا مسائل خطا کمبودی. فرزند آدم، اگر تو به من روبرو شوی، با قبضه زمین اگر به خطاگی ها روبرو شوی، اگر به من شرک نورزیده باشی، من به تو به قبضه، به مقدار قبضه زمین به تو با رحمت هم روبرو میشم. شرط همین که شرک نداشته باشی. و بالاخره انسانی که به توحید میرود، گرچند به گناهانش عذاب هم کشد، آخرش عاقبتش جنت است. اما انسانی که کفر و شرک دارد، او هیچگاه به جنت نمی رود. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. هر کسی به الله سبحانه و تعالی شرک ورزد، بالاخره هر کسی به الله سبحانه و تعالی شرک ورزید، جنت به این گونه انسان حرام کرده می شود و جایگاه این گونه انسان جهنم است. به همین خاطر یعنی هر انسان فرق ندارد که چی عبدالرحمن فاتح هست چی دیگرش هست. مرحمت بیاید بین ما بین شما قرآن و سنت فهم سلف فهم صحابه هست. بیاید مرحمت دعوت ما معلوم است. دعوت ما به سوی توحید است، به سوی یکتاپرستی، به سوی عدل، به سوی رحم، به سوی عدالت.
و هر کسی که چی گفتنی داشته باشد مرحمت بیاید در اینجا انا صحبت میکنیم و کمبودی ما خطاگی ما باشد ما کمبودی خود اصلاح میکنیم، لیکن مردانوار تهمتانه نه. کمبودی که نداشته باشیم و تهمت زده باشد توبه میکند از تهمتش. مردانوار میگوید من تهمت کردم، با نفسم گرفتار شدم، نفسی پلید قطنبم رو داشته نتوانستم. و دعوت ما معلوم شد و ما به سوی چی دعوت میکنیم. و دویم نقطه ما حالا به شاگردها نه بلکه ما در گرد اطراف اون بوده رو ما شاگرد نمیشماریم، برای که خود اون انسان که یک جاهل مشرکی هست چگونه میشود که اطرافیان او شاگرد باشند؟ زیرا تا به امروز از این دعوتگران جهمی ها رو من ندیدم که واقعا در گرد و اطراف اینها یک آدم علمدار باشد، یک آدمی لااقل علمدار نه، یک انسانی بفهم باشد. لااقل انسانی بفهم هایش رو هم ندیدیم و حتی اثبات هم کردیم. آمدن همین جا لا اله الا الله میپرسی نمیدوند. یکی از شاگردان انمی سهراب جهمی بود و به همین خاطر به تمام اهل بدعتی که به تمام کسانی که شما ادعای قرآن و سنت میکنید به خاطر ادعا کردنتون مرحمت بیاید اینجا صحبت میکنید، که همون دعوتگرانش هست چی گوش کننده هاش هست. مرحمت بیاید آشکار و واضح میگویم که بیاید از اینجا حق را بفهمید، بیاید حق را از اینجا بفهمید که حق در کجا هست و حق در کدام جانب است. سومین نقطه، درس های ما از خود شیخمون سر کرده تا به شاگردهایش تا به برادرهایش درس های ما مشهور است، همش معلوم و مشهور است. یگان جای پنهانی نداریم، پنهانی درس نمیکنیم، همش آشکار است، همش به سوی توحید است. از کدام ساحه علمیه که مثلا تا کدام درجه که مقصد علم داریم مردم رو دعوت کرده ایستادیم. الحمدلله این هم یک فضل و کرم الله است که به ما ارزانی کرد. و در این دعوتگران جهمی رو یگان شاگردهای اینها رو و گفتی خودشون اگر گیریم چخیلی که وایمه میکنن که در گرد و اطراف ما شاگردهای ما زیاد هستند، هزارها هستند، میگوید تا حال ما ندیدیم که یکی از شاگردهای اونها یک درسی منهجی عقیدوی توحیدی کرده باشد، ندیدیم. خود اونها که مشرک هستند شاگردها اون گرد اطراف بودگیشون از کجا اون بیچاره‌ها فهمن این چیز. البته در اونجا شاید بعضی انسان‌های بفهم هستند که نفهمیده فریب خورده به دروس‌های درس‌های اونها رفته باشند، لیکن دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به اونها هم بیایند و حق رو بفهمند و حق فهمیدن رو به اونها نصیب بکنند. و بعدا چهارمین نقطه که کفرهای عبدالرحمن فاتح که آیت‌هایی که آشکار واضح می آید این فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین. فرعون، هامان، جنودش همش در خطا، در کفر، در شرک، در گناه شریک یکجا بودند. و در دیگر آیت حتی عذاب اینها رو هم الله سبحانه و تعالی ثابت کرده است که اینها در عذاب هستند. فرعون وزیرهایش، لشکرهایش اليوم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون شد العذاب. در امروز در قبر
هر صبح هر شام اینها رو ما در عذاب گرفتار میکنیم و روز قیامت باشد و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب و فرعون اولش رو به عذاب سختترین گرفتار میکنیم. فرعون و اولش، فرعون، وزیرش، لشکرهایش، همش کافر بودن. کجا تو یک جندی که طاغوتی هست، لشکری طاغوتی است، ما تکفیر کرده نمیتوانیم، تکفیر وظیفه ما نیست گفتی؟ الله تکفیر کرده است. اگر از این دم باز هم واضحتر میخواهی، الله سبحانه و تعالی میفرماد که الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. کسانی که ایمان آوردن در راه الله میجنگند، کسانی که کافر شدن در راه طاغوت میجنگند. یعنی این لشکرهای دموکرات همش کافر است. کجای اینها مسلمان است؟ آیا اونها برای توحید منتشر شدنش میجنگند؟ البته نه. برای همون به این آیت ها یعنی کافر شدگی هستی. و دیگر مسئله که الله سبحانه و تعالی میفرماید که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره، یعنی استثناء فقط اکراه رو کرد. جهل رو تو از کجا پیدا کردی؟ یک آیت با ما بیار ای آقای عبدالرحمن فاتح که الله آشکار گفته باشد که جهل و عذر است در شرک و کفر اکبر. الله سبحانه و تعالی آشکارا گفته است که بعد از ایمانش کسی کفر ورزید، کسی کافر شد بعد از ایمانش الا در حالت اکراه باشد. در تفسیر نظر بکن تفسیرها رو که عمار ابن یاسر رو در زیر سبب نزولش برای عمار ابن یاسر بود، لیکن ظاهر آیت، البته ما همون ظاهر آیت چخیل هست همون رو سببی بیش نیده. سببش هم اگر گیریم سببش عمار ابن یاسر در حالت اکراه بود و در این حالت کفر نمیشد، غیر از این حالت کافر میشد. دوام آیت خودش اگر میگود قلبت رو به انمون باز میکردی کافر میشدی، یعنی به غضب الله گرفتار میشدی. و دومی چیزی که الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه، آیا کسی که مشرک است در ملت ابراهیم هست یا نیست؟ سوال است. سوال آیا در ملت ابراهیم هست یا نیست؟ هر کسی که مشرک است در ملت ابراهیم هست یا نیست؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید که قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله سبحانه و تعالی میفرماید که به تحقیق در ابراهیم و کسانی که با همراهی ابراهیم بودند در اینها یک نمونه زیبا هست. نمونه رو ما از ابراهیم علیه السلام میگیریم. الله سبحانه و تعالی خودش گفته است که نمونه در ابراهیم علیه السلام است. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. و ابراهیم و هم کسانی که با همراهی ابراهیم بود به قومش گفت ما بیزار هستیم از شما. و قومشون گفتند که ما بیزار هستیم از شما و کافر شدیم به شما، تکفیرتون کردیم و بین ما و بین شما جدایی است. و این جدایی ابدی است تا زمانی که شما به الله یگانه ایمان نآورید.
اکنون تو بگو که آیا کسی که به شرک و کفر اکبر واقع شد آیا در ملت ابراهیم هست یا نیست؟ ما این سوال ها رو به آقای عبدالرحمن فاتح داده استودیم که در مسئله اول تو یک دلیل بیار که لشکری طاغون مسلمان شده میتواند، لشکری طاغون مسلمان شده میتواند. یک آیت بیار بمون، یک حدیث بیار بمون. دومین چیزی که در مسائل عذر بالجهل یک آیت بیار که یعنی جهل عذر هست. ما دو آیت رو خوندیم به تو، سوره نحل، سوره ممتحنه. نحل 106، ممتحنه 4 آیت. سومین آیت ما به تو سوره یونس آیت 106. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي مشركين. ولا تدعو من دون الله و بجز الله سبحانه و تعالی چیزی رو دعا نکنید، نطلبید، از او چیزی نخواهید که به شما ما لا ينفعك ولا يضرك، به شما یگان نفع و ضرر نمیرسون، به شما یگان نفع و ضرر نمیرسون. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. پس اگر چنین بکنی آنگاه از ستمگاران، از مشرکین میشوی. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ای مشرکین، از مشرکین میشوی. سومین آیت، چهارمین آیت، الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 30 میفرماید که فریقا هدى و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. الله سبحانه و تعالی فرقه رو هدایت کرد و فرقه حق آنها چی بود؟ ضلالت بود، گمراهی بود. و گمراهی رو در حقشان واجب کرد که خودشان سبب شدند و گمراهی را اختیار نمودند. اینان شیطان ها را به جای الله به دوستی گرفتند و گمان میکردند که هدایت یافتگان هستند. گمان میکردند. بسیار امروزینه مردم گمان میکند مسلمان است لیکن در کفر و شرک است. فکر میکنم که به تو کافی باشد، لیکن اگر لازم شد باز دیگر آیات ها زیاد است. حالا ما فقط آیت به تو آوردم. از علما از تفسیر لازم باشد از تفسیر و به علما بعد میرویم. این در همون حالتی که تو آمدی در این مسئله موضوع رو باز کردی، انا بعد شروع می شود. و بعدا این 4 نقطه بود که درباره این ما کفریات این گفتیم و در اساس یعنی این آیات ها و تکفیر ما تکفیرش کردیم. و این محقول است، به این معقول نیست. این دین الله است. انمون آیت اولی که ما در اول خواندیم که قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی سبحان الله انا من المشرکین. یعنی که در همون آیتی که در اول به شما گفتیم انا من از راه ما و راه ما انمون به شما دو چیز را گذاشتم. به شما دو چیز را گذاشتم رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی دو امر را، کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و سلم. برای گمراه نشدن دو چیز به ما گذاشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتاب الله
و سنت خودشون رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنت صحیح، البته احادیث صحیح. و دیگر اگر یگون باز دیگر گفتنی هایی که از برادرها باشم بفرمایید. سخن ما تو همین جا هست و فکر میکنم که والله اعلم این از واسطه دیگر برادرهای ما و گوش اونها میرسد و بعدا در آخر گفتنی من همین است که و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. و یک اختلافی که در بین شما می شود که چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید حکمش به سوی الله است، حکمش ما به سوی الله باز میگردون. ما یعنی ما موحدین هر یک مسئله رو حکمش رو به سوی الله باز میگردون. اما اینها حکم را یک مسئله که حکم شد چگونه که شیخ یک نقطه عجیب رو ذکر کردن که به نزد یک حزبی برده است، با واسطه یک حزبی برده میخواهد که یعنی مسئله رو حل بکند. چی مسئله رو خودشون هم نمیدونن. برادر جان، برادری عزیزم، دیگر بزرگوار، یک کافر نجس، یک کسی که به لعنت الله گرفتار شدگی هست و کسانی که دوستی میکند که المغضوب هستند، غضب الله بر اونها است که یهود است. و الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من یتوله منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. هر کسی که با اونها دوستی میکند از زمره همونها است. الله این گونه ظالم ها رو هدایت نمیکند. و ما سبحان الله همین رو ما دیده ایستادیم، روز تا روز کفر بالای کفر، شرک بالای شرک، ظلم بالای ظلم. یک انسانی که به طرفدارهای خودش رحم نمی کند، طرفدارهای خودش را به طاغوت تاجیکستان می سپارد، طرفداری خودش را کمی اگر پول از جانب مبلغی اگر کمک نکند به طاغوت‌های تاجیکستان سپاریده ایستاده است. و تو ای آقای عبدالرحمن فاتح اگر این چیزها رو تو ندانی، این چیزها رو بشنو. و حالا هم ما دعا میکنیم و ما والله که به خاطر کسی رو شکست دادن و کسی رو مغلوب کرده و کسی رو ما زور هستیم شما هیچ کس نیستید گفتن نیست. این فقط به خاطر ظاهر شدن حق، دفاع از حق و آشکار کردن اهل باطل است. و این منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدن مردم رو منهج، نه فقط منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم، منهج تمام پیامبرها بود. و علمای ما هم، علمای سلف هم به اهل بدعت که بدعتشون مکفره مفسقه حتی بود رد زدن. برای نمونه الرد علی الجهمیه و الزنادقه و بعضی دیگر علما با علما در بعضی مسائل های فقهی کتاب ها نوشتن و رد کردن به خاطر که دین الله است. و در آخر حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن میفرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که ان الله یرضى لكم ثلاثه و یکره لكم ثلاثه و یرضى لكم ثلاثه. الله سبحانه و تعالی از شما، از ما موحدین، ما دانیم که از ما در سه چیز راضی می شود. یکمین چیز ان تعبد الله ولا تشرك به شیئا، الله را عبادت کنیم و به او چیزی رو شریک نکنیم، یعنی توحید خالص. و ان تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و بر اسمان الله سبحانه و تعالی چنگ بزنیم
یک جویه نمیخه یک دسته بر اسمان الله سبحانه و تعالی به توحید چنگ بزنیم و تفریقه نشویم. و ان تناصی ولات الامور. والله علم هم خیلی بود، یعنی نصیحت به راهبرها، به ولی الامر مسلمان ها، به علما، به خلفا. يعني الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصیحت برای الله و برای رسولش، برای کتابش و برای ائمه مسلمان ها و همچنین امه مسلمان، امام ها و امه. یعنی دین نصیحت است. و سه چیزی که الله سبحانه و تعالی بد میبیند و یکره لکم ثلاثه: قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعة المال. و قیل و قال، فلانی میگوید، فلانی گفت. والله که انسان عادی ترینه که از همین فلانی گفت میگوید خسته میشود، اما از سخن الله و رسولش کسی خسته نمیشود. از سخنهایی که موافق قرآن و سنت هستند از صحابه و تابعین و تبع تابعین، از این سخنها انسان خسته نمیشود. اما از سخنهای فلانی گفت، فلانی میگوید، سخنهای بیهوده، انسان خسته میشود و الله بد میبیند این چیزها. و بعد من اهل بدعت که زمانی که آیت انمی خیلی می آوری، فلانی فلان خیلی گفته است که میگوید، آیت گفته ایستاده میگوید، نه میگد فلانی فلان خیلی میگوید. دومی چیزی که سوالهای بی‌معنی زیاد و کثرت سوالهای بی‌معنی زیاد. چخیلی که بنی اسرائیل زمانی که به اونها یک گاوی رو بیارید گفتن گاو چه خیل باشد، این خیل باشد چی، این خیل باشد چی، این خیل شود چی. این سوالهای بی‌معنی، سوالهای زیادی بی‌معنی. بعضی از برادرها هم سوال میکنن، یک سوالهایی که از این پهلوش به داخل میشوند، از پهلوهایی که نالازمی است. و همچنین ضایع کردن مال ضایع کردن، بیکار، یعنی در راه باطل و در راه ناحق صرف کردن. برای همون الله سبحانه و تعالی چیزی که از ما راضی می شود، ما باید در همین چیز پایبند باشیم و پایبند هستیم الحمدلله و دعا میکنیم که الله قبولش کند و الحمدلله به خاطر منصب و مرتبه شده، نه به نزد حزبی و نه به نزد اهل بدعتش رفته از اونها آرام قطعش صحبت کرده، منصب و مرتبه و دیگر چیزهای دنیوی طلب کردیم. الحمدلله از شیخمون سر کرده ندیدیم و شما هم ندیدید. و اما از اهل بدعت ما همیشه دیدیم که در کانال های حزبی ها و در کانال های انمین مشرکینی که دشمن الله و رسولش هستند، در این کانال ها رفته خود رو یعنی منصب طلبی و مرتبه طلبی، یعنی که از همین معلوم است دیگر، اون چیزی که عیان است دیگر، حجت و بیان نیست. اونجا که رفتی تو در اونجا مردم کی به توحید دعوت کرد؟ کی اونها رو تو گفتی که حزب شما کفر است و شرک است؟ همین است که الله سبحانه و تعالی از این کارهایی که اینها میکند راضی نیست و میخه روز تا روز آشکار میکند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم. مشایخ اگر همینجا باشید، حفظکم الله.
صحبت کنید و دیگر برادرها مگر حفظك الله شیخ، صحبت های شما را همیشه گوش کردم. الله شما به برکه بیتیات حفظ کند، با عزتمندی این دنیا و آخرت را به همه ما مسلمان ها موحدین نصیب بکند. جزاک الله خیر. بهترین با منهج خیلی زیبا بیان کرد و در حقیقت همین است. و با عبدالرحمن فاتح اگر او خواهد که بحث کند، بحث کننده ها که می تواند که منهجی بحث کند خیلی زیاد است. در بین برادرای ما که او برادرهای ما را جاهل میگد که شب و روز در آموزش منهج مشغولند. کم است برادرای ما که حدیث ها را از یاد نکرده باشد، لااقل 40 را. کم است که نواقض اسلام را از یاد نکرده باشد. اکثر 40 از یاد، نواقض از یاد، اصول ثلاثه از یاد، توحید از یاد، عمدة الاحکام از یاد، همین خیر رفته شدند. عقیده رازیان که بالطاغوت، اکثر اینها شرح این مسائل آموخته. در کجا هست این چنین تعلیم و این چنین منهج در نزد عبدالرحمن فاتح؟ یک بلاگر است، بلاگر، ملا بلاگر. بلاگر نابرآمد میگیم که گفتی آچه های تاجیکستانی آخر زمان فتنه هاش میگن انا همچنین است. نام ملا بلاگر است. بوکه ندارد. ملا بلاگر برایت نصیحت کند، بوکه ندارد. اما یک بلاگر برایت بلاگرانه به منهج اهل سنت معامله کرد، این احمقی است. این میخواهد که منهجی که ما داریم رفته شدیم در اساس منهج سلف صالح میخواهد که بلاگرانه معامله کند، نمیشود. این البته که ناممکن است. و ثانیاً برادر عزیز ما اسماعیل گفتن که این مسکین عبدالرحمن فاتح مدخلی گفته است که من شما را چالش میکنم که کفرهای مرا اثبات بکنید. بیاید من کفرها و شرکای او را یک به یک نقل میکنم. ان شاء الله هم در این صحبت میستد، هم جدا کرده گذارید و هم به خودش رسانید، شاید یک فکر کند. اولین کفرش مشرکی واضح و انیق و دقیقی که قبر پرستی میکند، طواف به قبور، ذبح به قبور، استغاثه از قبور، نمود انواع عبادت رو به قبر انجام میدهد که الله سبحانه و تعالی این را مشرک گفته، رسول الله مشرک نامیده، اجماع صحابه تابعین تبع تابعین مشرک است. این آقا می آید عبدالرحمن فاتح مسکین مشرک را مسلمان میگه. کفر است یا نیست؟ بله کفر اکبر است، کافر است. عبدالرحمن فاتح به همین عقیدش کفر است. کفر مناط کفرش چی است؟ مناط کفر عبدالرحمن فاتح در این مسئله چی است؟ تکذیب آیات های قرآن، تکذیب قرآن است. دیده، دانسته، فهمیده ده ها آیات رو در این مدت 4-5 سال ما رسوندیم، اما باز نمیگد. هر کسی که شرک اکبر میکند، این نفهمید، این مقلد بود، این بود، آن بود، این مشرک مسلمان بود میگد. الله سبحانه و تعالی غیر از اکراه دیگر هیچ چیز را در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر عذر نداده. سوره نحل 106 یگانه عذری که الله گفته اکراه، یا اون چیزهایی که به معنای اکراه باشد، نبودن قصد، به مانند مجنون شدن، یا کودکی که عقل ندارد، یا به مانند بارک الله فیکم چی، به مانند سبقت اللسان و غیره که در زیر قصد نداشتن، در زیر اکراه. اما جهل الله عذر نگفت، تقلید عذر نگفت، تعویل عذر نگفت، خطایی که به قصد است عذر نگفت. خطا هم بدون بود تقسیم شد. اینا نمیدانند، خودشون علامه میگیرند اخطأ و یخطئ. خطأ یعنی فعل مجرد و مزید از همدیگر فاعلش فرق کردن نمیتونه. اخطأ و مخطئ که خطأ هست یکیش فعلی ماضیش دیگر است، یکیش فعلش خطأ و یکیش اخطأ، یکیش فاعلش خاطئ و یکیش فاعلش مخطئ. یک خطاکار است که قصد و یک خطاکار است که قصد ندارد، فرق دارد. نمیدانم. بالاخره کفر اولش همین است که مشرک ها را مسلمان میگوید. مشرکی که در دستش حتی قرآن رسیده، حجت رسیده،
حالا کجا رسد؟ مشرک جاهل نه، مشرکی که در دستش قرآن است، سنت است، کفر است. بالاخره در این مسئله دیگر است که ما یک خلاف دیگر با این جهمیه ها داریم که حجت چی است، فهم حجت شرط است که این مدخلی ها ساختن گفت. یکم کفرش این است. دومین کفرش حکم کردن به حکم غیر الله را کفر دون الکفر، کفر اصغر میداند. در حالتی که الله سبحانه و تعالی حکم غیر الله را شرک اکبر میگه. ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله کسی رو شریک قرار ندهید. حکم این از توحید است و حکم کردن به حکم الله از توحید است، حکم کردن به حکم غیر الله شرک است. اینا فقط یک آیت سوره مائده آیت 44 رو میبینن که این آیت به زیرش به روایت ابن عباس میبرند، قسم ضعیف گفتن، قسم صحیح گفتن، لیکن این درباره ترک است. اینا جوهلا نمیدانند که حکم کردن یک مسئله است، ترک کردن یک مسئله است و ترک هم ترک عمومی هست و ترک یک دو سه مسئله هست، فرق نمیکنه و تبدیل هست و الزام است. بالاخره به همه این مسائل اینو کافر است. ما همه اینا جمع کرده فقط برای شما 10 تا کفر نشان ندادیم. هر مختصرا گفتیم دومین کفرش حکم غیر الله که امروز هست، حرام الله حلال میکنه، حلال الله حرام میکنه، دین الله جنایت میگوید، دین الله به عمل کردن جنایت میکنه. در نزد این همین حکم، در نزد این مشرک همین حکم کفر اکبر نیست، این طاغوت نیست. ولی ما طاغوت بمیریم، طاغوت نیست در نزد اینا. اگر گوید که این حکم طاغوت است، کسی که همین طاغوت حکم میکرد کافر است. بالاخره دوم کفر اکبرش. سومین کفر و شرک اکبرش مراجعت کردن به محکمه های طاغوت را مطلقاً گناه کبیره یا کفر دون الکفر که کفر اصغر همین گناه کبیره میدونند. بعضی از این جهلا حتی گناه صغیره و بعضی از این غلات اجر و ثواب واجب میدانند. ما حالا من باب کمی صحبت‌های عبدالرحمن فاتح مشرک در این مسئله گوناگون است. واجب هم گفتگی حالتاش، یعنی ضرور چیکار کند مسلمان؟ ضرور است که رود مراجعت به محکمه کند این آن، یعنی ضرورات به رفته مراجعت به محکمه طاغوتی را واجب میداند. در غیر ضرورات باکی ندارد میگه. شما فهمیده شده؟ ما ضرورت داریم، ما مسائل ضرورات داریم. المحظورات تبیح الضرورات تبیح المحظورات. یک قاعده این به مسائل اصلی دین تعلق ندارد. بعد از این اضطراری داریم، مسائل ظاهر به تعلق دارد، اصل بنی. و بعد از این مسائل اکراه داریم. این جاهل مسکین نه مسائل ضرورات رو از اضطرار و از اکراه، این سه مسئله رو از هم دیگه فرق نمیکنه. البته من چرا این خیلی کلیدهای علم رو گفته شدم، موضوع ها رو گفته شدم، ان شاء الله بعد از این موضوع هایی که من حالا گفته شدم گفته ببیند، به شیخش یک تماس گیرد، شیخ گوگل یک نویسد به گوگل که اینا غیر از همین شیخ گوگل و ربیش دیگر شیخ ندارد، مرمت به گوگلش نویسد چی گفته. البته به شیخ‌های جهمیش رود، اونها همین چیزی که من گفتم میگه. شیخ‌های مدخلیش به نام این و آن و محدث و غیر محدث جهمیش است که اینو دارد، مرد به اینو رود، اینا میگه که بله کفر دون کفر است، میگه این باک ندارد، میگه مراجعت به محکمه طاغوتی شرک نیست در نزد این سیومین کفر اکبرش است. مراجعت به حکم، مراجعت به طاغوتی که الله در سوره النساء آیت 60 آشکار و واضح تکفیر کرد. نه فقط رفتن مراجعت به محکمه طاغوت، اراده کردن را، اراده. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. مسئله این سومین کفرش بود. یعنی الله سبحانه و تعالی در اینجا نفی کرد ایمان، اصل ایمان کسانی را که اراده میکنند، نقشه میکشند، میخواهند که مراجعت به محکمه طاغوت کنند. اگر گفت که اصل ایمان است، مرمت تفسیر سعدیه که عادی ترین مختصرترین تفسیر برای کودکای مسلمان خوانده میشود، ببینید اصل ایمان این کار میکند. کسی که مراجعت به محکمه طاغوت کند اصل ایمانش نابود میشد، کفر است. حال مراجعت نکرده خواسته. این مسئله تحکیم، یعنی شرک سومش در مسئله تحکیم است. در نزد اینا مطلق
شرک چهارمش جایز دانستن مطلق انتخابات های کفریه که انتخابات تشریعی هست. انتخابات هایی که تشریعی میروید انتخاب میکنید یک حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکنه، این مطلقا ناجایز و واجب میگه و از سخنهای علما که معناش نفهمیدن میورند یا توبه کردگان میورند نمیدونند. سوم کفر، این سوم کفرش، بله چهارم کفرش. پنجم کفرش مشرعین، کسانی که قانون میبرارند، قانون میسازند. اینها پادشاه نیست، حاکم نیست، اینا هم دپوتات هایی که قانون میبرارند. یعنی همه دست جمع میگن مثلا شراب جایز است نوشیدنش، جزا نیست برای این. هر کسی که ضد شراب سخت مبارزه برد، این آدم چی است؟ جنایتکار است. زنا حلال است. این آن همین دپوتات ها یا همین نماینده ها یا همین قانون برارها را، اینها گناهشون چی میگن مشرع ها را؟ دون الکفر، کفر دون الکفر، باقی ندارد میگه. حالا که به اجماع ثابت است که هر کسی که حلال الله را در بین مسلمان ها گشته حرام میکند و حرام رو حلال میگه کافر است. این پنجم شرک کفرش، پنجم مناط شرک کفرش است. از پنجم دروازه که باید این توبه کند. پنجمین شرک و کفر اکبرش است. ششمین شرک و کفر اکبرش کسانی که کفر به طاغوت ندارند که الله اینها را مسلمان نمیگه، این آمده مسلمان است میگه. البته این باز همون مناط تکفیر میرد. یکی این ما اگر کمی ایوازتر کردیم، کفر به طاغوت در نزد این وجود ندارد. کفر به طاغوت اصل دین نیست. کفر به طاغوت این مذهب دین خوارجو است میگه. یعنی کسی که کفر به طاغوت کتی از سبب کفر به طاغوت نداشتنش کافر گفته شود، میگن این خوارجو نه تکفیر میکنه. برای چی؟ برای که در دین اینها کفر به طاغوت وجود ندارد. کفر به طاغوت یک امر عادی است و هر کسی که کفر به طاغوت ندارد در نزد اینا مسلمان است. برای همین هر کسی که مشرک تکفیر کند و بگوید که مشرکا طاغوت پرستند، مثلا قبر پرستند، ملت ابراهیم ندارد، این میگه اعوذ بالله. کفر به طاغوت میگه دیگر مسئله ندارد، میگه بیزار کردید به همین کفر به طاغوت. چندین بار به ما اینا جهلا گفته بودن. یعنی اینا چی میگن؟ بدون کفر به طاغوت هم آدم مسلمان میشه. یعنی لا اله الحق در کار نیست میگه، همین الا الله بس است. شما فهمیدید؟ از لا اله الا الله رکن اول به اینها ایمان ندارد، کافر است. عبدالرحمن فاتح رکن اولی لا اله الا الله. کفر به طاغوت آدمی نداشته ها را الله تکفیر میکند، این مسلمان میگه. در دین اینا کفر به طاغوت نیست. در دین اینها کفر به طاغوت داشتن خوارجی متشددی تکفیری است. به این تعنیش الله والعیاذ بالله تعنو، بدین الله تعنو، رسول الله تکفیری و خوارج میگه. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون کفر به طاغوت اسلام هیچ کسی رو صحیح نگفت. من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه. بعد از این بود دیگر این اول اسلام بود و بعد از این اضافه شد بر این که امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقه. یعنی کفر بالطاغوت و ایمان بالله، نماز و زکات از کجاست؟ در کجا کفر بالطاغوت در مذهب این جهمی عبدالرحمن فاتح و هم فکران و هم نظرانش است؟ هیچ وجود ندارد در گرد اطرافی. چندمین کفر؟ پنجمین یا ششمین کفر؟ ششم یا هفتمین کفرش کسانی که ملت ابراهیم ندارند، یعنی کسانی که حنیف نیستند، کسانی که ملت ابراهیم نیستند، آنهایی که الله سفح گفته، کسی که از ملت ابراهیم گشته سفح، این بیعقلای مشرکینه که در ملت ابراهیم نیستند، همونها را الله تکفیر کرده. این آدم اونها را مسلمان میگه. یعنی در دین اینها ملت ابراهیم اند نباشه تو مسلمانی. ملت ابراهیم چی است؟ سوره ممتحنات 4 الله میگه که قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله. ملت ابراهیم این براءت از مشرکینه که قبر پرست است و براءت از شرک و دشمنی و عداوت داشتن نسبت اونها. انا همین را میگن ملت ابراهیم و این اصل دین است و بدون این انسان حنیف نمیشه. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب هم در کتاب معنی طاغوت بیان کرد، یا رساله معنی طاغوت، و در قواعد و در بسیار جا بیان کردن که
الحنیف، حنیف کی است؟ کسی که یعبد الله، الله یعبد الله مخلصا له الدین، یگانه الله عبادت میکند و شرک ترک میکند، کفر ترک میکند و از مشرکین براءت میکند. و این براءت از مشرکین تکفیر مشرکین کتی میشه. و اسلام همین براءت از کفار مشرکین است، ایمان همین است و البته که ملت ابراهیم و کفر بالطاغوت است. اما این میگه که نه، ملت ابراهیم اندر نباشم تو مسلمانی. برای همین یگان مراتب شما دیدید که اینقدر سال در این گروه ها داد و فریاد میکشد که ما مسلمانیم، ما رو مشرک نگوید، کفر بالطاغوت رو کلمه گفت زد. چند سال است که ما گشته و برگشته کفر او را تکرار میکنیم، ده ها کفرشه، انا این کفر تو، انا این کفر تو، انا این کفر تو، و یگان مراتب نمونده. و همیشه گفتیم که کفر بالطاغوت نداشته ها را مسلمان میگد و خودش کفر بالطاغوت ندارد، لشکری طاغوت ها را مسلمان میگد کلو میبینیم. و ملت ابراهیم نداشته ها را مسلمان میگد. اما الله در قرآن ملت ابراهیم نداشته را کافر میگد، کفر بالطاغوت داشته نداشته را کافر میگد. الله حق میگد. آخرین جاهل گمراه است، در غیر قرآن و سنت میرود. ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است. این راهی که تو میروی حق میگویی عاقبت جهنم است، این جنت نیست، وقت نیست. و بالاخره ما بیان کردیم، لیکن چرا مدت 5-6 سال هست که ما بین همدیگر چقدر رد و بدل زدیم، یک مراتبه نبرآمد و نگفت که کفر بالطاغوت این است. بله، کسی که کفر بالطاغوت نداره کفر است. لااقل به منهج جهمیگیش عمومی به منهج جهمی نگفت، میمیرد. برای آنکه بعد از این که کسی که طاغوت را کفر به طاغوت نورزیده باشد کافر است میگود، این بعد از یک چند وقت مجبور است که طاغوت کیست به مردم بگوید. و بعد از این طاغوت پرست، کسی که درباره طاغوت گپ میزنه، طاغوت کیست باید گپ زند. بعد از این طاغوت پرست کیست باید گپ زند. اینا نمیدراید، برای اینکه اینا میداند که اینها بدون کفر بالطاغوت و بدون ملت ابراهیم آدم ها را مسلمان میگن، الله کافر گفته ها را مسلمان میگن، و اینها طاغوت ها را مسلمان میگویند و اینها طاغوت پرست ها را برادری مسلمان میگن. این هفتم یا ششم کفرش بود. هفتم کفرش یعنی ملت ابراهیم نداشتنش. هفتم کفرش این کفر این است که لشکرانی که قدم به قدم مظاهره و معاونه به امریکا کردند در افغانستان، یا در روی جای زبان نباشد، همراهی لشکرهای افغان امریکا باشند و مسلمان کشی کنند، اینها رو من نمیتوانم که کافر بگم. میگه اینها جاهلن، مسلمان هم میگه. عیناً همین عقیده رو مبشر مسلمیاری حالی که مشرک مرده داشت که اینها بعد از مورد زدن به او داد و فریاد تا به حال میکشند. حالی که مشرک بود، مشرک حالیک، و این حاضر مشرک است، مراد حالی که مشرک میشد. کافر مشرکین اگر این مراد این خطبه اینم حالیک است. بالاخره اینا چی میگن؟ اینا لشکران طاغوت مسلمان میگن، لشکران طاغوتی که به اجماع کافر است، لشکرانی که مسلمان میکشی میکنند. به شکننده هشتم اسلام غلطیدن، موالات به کفار کردن، به کفار یک تشنه مسلمان کشی کردن. والله خودش به دهانش میگه، برادرها منتشر کنید، خواهش میکنم در این گروه همه جا گذارید این سخنشه. میگه قدم به قدم امریکا یک لشکری که خودش مسلمان میگه همراه او قدم به قدم او زده مسلمان کشی کند، میگه من او را کافر میگم. کی کافر است؟ پس الله چی گفت؟ و من یتولهم منکم فانهم منهم نگفت. هر کسی که از شما اونها را موالات کردند، موالات یعنی مظاهره، معاونه، کمک، نصرت، یاری، از همه بزرگترین موالات و معاونه و نصرت همراه اونها یک تشنه مسلمان کشی کرد برای نصرت کفر، ظاهر شدن کلمت الشیطان و کلمت الطاغوت، برای تطبیق حکم غیر الله کردن در نزد مسلمان است. و هر کسی که عجایبات شمین است که هر کسی که حالا میریم این هفتمین کفرش است، هشتمین کفرش، هشتم یا نهمین کفرش این است که بارک الله فیکم، انا که خوب دقت بدید، مسلمان ها شیعه های عامه مسلمان است، شیعه های عامه در نزد مسلمان است. میگوید که علمای شیعه کافرند برای اینکه اینها دیده و دانسته کفر میکنند. اما این شیعه های عامه که میگه قبر پرستی میکنند، الله و رسول دشنام میتیند،
مثلا قرآن تحریف شده میگن، مادران عایشه مثلا فاحشه میگن والعیاذ بالله لعنهم الله رافضه الخبثاء، و بعد از این اماماشون معصومین میگن اله گرفتن حضرت علی را و پیامبر باید علی شود میگفتند. الله جاهل میگن، عقیدت البدا اعتقاد دارند، اینها میگن جاهلند، اینا مسلمان هم میگن، برادران مسلمان شیعه ما میگن. کفر است یا نیست؟ برای کفر است. این هشتمی و نومی شد. دهمین کفرش و ما اینا حتما به اذن الله همین شب به طریقه مقاله هم میبرورم، کفرهای آقای قطنبه. و بعد از این دهم کفرش میگوید که هر کسی که عاذر المشرک را تکفیر کند خوارج است، غلات است و ضال مضل است. عقیده منهجی سلفی صالح که عقیده اجماعی هست، اجماعی ثابت شده رفشن را در تکفیر عاذر المشرک عقیده ضال مضل میگه. با این عقیدهش کفرش این است که اجماعی ثابت شده عقیده سلف صالح را عقیده زلالت و گمراهی میگه. جماعت سلف زلالت و گمراهی میگه. هر کسی که یک اعتقادی ثابت شده ای که در زمان سلف ثابت شده بود بیاید و دیده و دانسته و فهمیده که کتاب در پیشش هست، ما 100 بار مصدر گفتیم، تو کشو میبینی، احمق جاهل مسکین کشو میبینی، ده ها کتاب به اجماع ثابت است که عاذری را به دو قسم تقسیم کردند، به تفصیلاش بیان کردند. این میگوید که انمین عقیده را کسی داشته باشه انمون ضال و مضل و گمراه است و خوارج است. منهج اهل سنت به یک طرف زده میکنه، اجماع ثابت شده را انکار کرده، حجت است. حجت، اجماع ثابت حجت است. البته در نزد خوارج ها اجماع ثابت شده کفر است و در نزد جهمی ها اجماع وجود ندارد و به اهمیت احمق است. در نزد اهل سنت و جماعت نظر بکنید به کتاب نظر بکنید به کتاب رساله که امام شافعی رحمه الله چی میگن. میگن که یک مسئله را از قرآن نیافتی، از سنت بیاب، نیافتی از اجماع صحابه بیاب، نیافتی به اجماع سلف بعد از صحابه نظر کن. هر اجماع اگر چی تو از قرآن دلیلش دیده نتوانستی، اجماع حجت است اگر ثابت شود. کسی اجماع ثابت شده را آمده زلالت گوید، اجماع صحابه تابعین تبع تابعین در بالای عاذر المشرک ثابت است و همین عقیده را زلالت بگوید، این ابوبکر و عمر و عثمان و علی عشرة المبشره، اهل بدر، بیعت الرضوان، مهاجرین الانصار، التابعین لهم باحسان، همه این سلفه ضال مضل بود. من اثبات میکنم که عاذر المشرک ما حلقه داریم، شما گوش کردید. از انمون قرآن و سنت بعد از این ابوبکر و عمر یک به یک اثبات میکنم، 100 دلیل فقط از سلف میاریم که عاذر المشرک کفر است. این دهمش کفر است که تمام صحابه را والعیاذ بالله عقیده منهج قرآن و سنت و سلفه منهج و راه و روش زلالت میگه، کفر میگه. اینا میگه خوارجی و گمراهی ضال و مضل میگه. یعنی کدام راه حق بوده است؟ مشرک مسلمان گفتن حق بوده است. دوم، این نهم و دهم. دهم و یازدهم عقیده کفری نمین است که میگه در مسئله مشرک گفتن یا نگفتن در آخر این کفر جدیدش است، اختلاف است. میگه ببینید، اولا عبدالرحمن مسکین این جاهل احمق سال 2020 و 21 یا 21 و 22 که زبان درازی را شروع کرد، دلیل فقط می آورد که قال فلان و فلان گفته، جهل عذر است گفته، دلیل می آورد، حدیث ها را آورد و اثار را آورد، ما همیشه جواب دادیم بله ذاتاً و تو مرد که خوش سوزاندن گفت و ابن تیمیه و غیره. ما جواب گفته زده میده کردیم که در این مدت 3-4 سال یک زینه عقب رفته. و کجا رفته؟ مسئله اختلافی است. نامعقول کردی کافری. تو کسی که مشرک مسلمان گفتن و یا مشرک گفتنش به اختلاف است، ثابت است از سلف، میگه کافر به منهج پیامبر شد. در کجا صحابگان رضی الله عنهم در مسئله اصول دین کسی که توحید ترک میکند، کسی که شرک آشکار واضح میکند اختلاف کرده باشن که همین کسی که شرک اکبر کرد مسلمان است یا کافر؟ کی اختلاف کرد؟ کنی به من اختلاف ذکر بکنه سلف. منهجی گپ زن مسکین.
به من 4 اشعری را آورده نگو اختلاف هست گفته. به من 4 عالم مدخلیت گمراهی والو مضلت که تو به این میگوی علامه میگوی برای تو است نگو. بس خنای اینا را قبول نداره. تو به من یک عالم معتبر خواه عصر حاضر که علمای بزرگی اهل سنت و جماعت باشد، منهج اهل سنت که مشهور شده باشد، نه مدخلی نه جهمی به شیخی خودآموز نباشد، و یا از متقدمین یا از سلف صالح که اصل سلف است. بیا اثبات کن که در کجا سلف از صحابه تابعین تبع تابعین یا متقدمین یا امروز علمای اهل سنت در کجا اختلاف کردن که یک نفر که شرک اکبر کرد الله داش نام داد، قرآن دیده و دانسته به بالایش وسخ و افلاسی را پرتافت، رفت قبر به عقل به اختیار خودش پرستش کرد، طواف کرد، به حکم غیر الله حکم کرد مطلق. کی نه مسلمان گفته است غیر از جهمی گمراه خبیث حزبی یا عازری مدخلی؟ کی نه علماء سوء تواغیتی کی نره مسلمان گفت بسم الله بیار؟ هیچ کسی اختلاف نیست در مسئله اصول دین در زمان صحابه، تابعین، تبع تابعین، قرون المفضله، سلف صالح هرگز به هم دیگر اختلاف نکردند در مسلمان بودن مسلمان و در کافر بودن کافر. کسی که اسلامش ظاهر است شهادتن میگوید و نماز میخواند مسلمان است، از او کفر اکبر شرک اکبر دیده نشد. کسی که خودش مسلمان میگوید و نماز میخواند و کفر اکبر شرک اکبر از او دیده شد به اجماع کافر است. اما تکفیر اسم است نه معذب. تکفیر اسم معذب این جهالا فرق کردن نمیتونه. و همین عقیده ابن تیمیه بود و همین عقیده بعد از سلف بگیم علمای متأخرین، ابن تیمیه، ابن القیم و علمای نجد، اینا علمای متأخرین هستند، همهشون عقیدهشون همین. اما علمای متقدمین بله البته علمای سلف که در این مسئله هزارها اجماع را داره، هزارها قصه و ادله و دلالت به اجماع های صحابگان داریم اگر دقیق رویم، نه اگر دقیق نه و ظاهرش فقط گیریم صدها دلیل ظاهر داریم. بالاخره بارک الله فیکم این بود کفر دهم یا 11 که اختلاف دعوا میکند که صحابگان اختلاف در توحید داشتن. بعضی ها توحید داشته ها را مثلا همه توحید داشته ها را مسلمان میگفتند، اما اگر یک قسم آدم توحید نداشته باشد، ملت ابراهیم نداشته باشد، کفر به طاغوت نداشته باشد، قبر پرست باشد، هم بعضی صحابه ها قبر پرستایی که کفر به طاغوت ندارن، ملت ابراهیم ندارن، مسلمان میگفتند و بعضی صحابه نمیگفتند. گفته این خبیث صحابه ها را به این طعنه دعوت میکرد، اختلاف ثابت میکرد. از زمان سلف اختلاف بود میکرد. کافر مسکین جاهل مشرک اخزاک الله بر تو که به صحابگان دنگ شدی. خوب است دروازه‌بانان رافضه، دروازه‌بانان قبوری، خدمتگاران حاجتخانه طاغوت اخزاکم الله. این دهمین کفر آشکار واضح است. 11مین کفر آشکار واضحی این خبیث نجس موحدین خالصینی که در تطبیق لا اله الا الله حرکت میکنند، که یعنی برای ظاهر شدن لا اله الا الله دعوت میکنند، لا اله الا الله و دعوت میکنند و لا اله الحق و کفر بالطاغوت و براءت. و این مشرکی که شرک میکند این طاغوت پرست است، ملت ابراهیم ندارد، میگن این حاکمش و لشکرش اینا به میروند. و بعد از این میگن که الا الله یک تا پرست است. دعوت همه انبیاء و المرسلین که دعوت میکنند که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بود. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. قل هذه سبيلي ادعو الى الله انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. و دهها آیت دیگر که فقط ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دهها آیت دیگری که اصلی منهج دعوت به سوی توحید است و ترک شرک است. موحد این کسی که قبر یعنی بگیم بالعموم طاغوت پرستی را ترک کرده، شرک و کفر ترک کرده، اسلام آورده تسلیم شده است. همین دعوت مبارکه را میکنند. انا همچنین دعوت کننده ها را اینها میگن که خوارج هستند. دعوت کنندگانی که پیروی از دعوت تمام انبیاء و المرسلین کردند
پیروی از دعوت محمد رسول الله کردند، پیروی از ملت ابراهیم کردند. انا همین دعوت مبارکه توحیدی را اینها میگه که این دعوت خوارجی، گمراهی، ضال و مضلی یهودی میگه و صاحبان این دعوت و پیروانش جاهل و سگای جهنم میگه. موحدین تکفیر میکنه، یعنی مجادلین از مشرکین، کسانی که دفاع مشرکین کرده موحدین ها را تکفیر یا جهنمی، سگان جهنم، کافر و ضال و مضل میگه. یعنی این کفر 11 است. این 11 کفر صریح است. چگونه که شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة میگن که من جادل عن المشركين ويكفر الموحدين فقد كفر. کسی که مجادله از نام مشرکین میکند، یعنی از نام مشرکین مجادله این است که مشرکین دفاع میکند، شب و روز خدمت مشرکین، دفاع طاغوت بکی اینا مسلمان است، اینا مسلمان است، اینا مسلمان است. اما موحدی که یک تا پرست است و دعوت به سوی توحید میکرد، این کافر میگد، سگ جهنم میگد و خوارج میگد. این منهج انبیا و المرسلین، منهج زلالت و شیطانی میگد. کفر صریح است و قطعی است. و 12مین کفرش طاغوتای آشکار و واضح، طاغوتای آشکار و واضحی که هست مسلمان میگه. اردوغان باشد، خود دیگر و دیگرش باشد، به مانند اردوغان ها طاغوتایی که کمتر ملایم تر است، به بعضی از مسلمان ها کمتر ملایم تر است، لیکن طاغوت است. ملایم بودنش و نقض بودنش به بعضی ها این دلالت نمیکنه که طاغوت است. اینم مسلمان گفته طرفدار میکنه. کسی که همین های تکفیر میکند، کسی که طاغوت تکفیر نکرد کافر میشد میگه، اینها را خوارج میگه. 12 کفر صریح و آشکار که در این کفرها در بعضیش کفر تکذیب است و در بعضیش مشرک مستقیم است. یعنی خودش کفر به طاغوت ندارد، خودش طاغوت پرست است که این تکفیر کردن این جهمی طاغوت پرست واجب است برای کسانی که حالت این را میدانند. حالت قطنبه را کسی که میشناسد، عبدالرحمن فاتح قطنبه، کسی که همین کفراش دید و دانست و بخصوص طاغوت پرستیش، مسلمان دانستن طاغوت هاش از همه کفر وزمینش نمین است. طاغوت مسلمان میدان، تکفیر کردن طاغوت خوارجی میدان. این قبوری است. همین عقیده دفاع طاغوت پرست دفاع قبر است، یعنی قبر پرست است. حکمی کسی که طاغوت دیده دانسته بعد از معرفت الحال حالت طاغوت میداند، از کفرش باخبر است، اما با میگه که مسلمان است، این قبوری است، این قبر پرست است. معلومات به سخنهای علما نظر بگیر. علی بن خضر به خصوص در این مسئله خیلی زیبا صحبت کرد و پیش از همه ما برای این جهمی ها سخنهای سلف صالح میاریم، متقدمین میاریم. از متقدمین لالکای ابن بطه البربهاری، بعد از این میرویم به سلف. 12 کفر صریح. این کفراش قبل از من که گفتم که کسی که حال میفهمد کفرینه وجب علیه ان یخرجه من الاسلام. هر کسی که کفرینه میفهمد به او واجب است که اینه از اسلام خارج کرد، تکفیر شد. زیرا که این به مانند کسی است که ذبح بغیر الله میکنه، سجده و طواف بغیر الله میکنه، استغاثه بغیر الله میکنه. این قبوری صریح است وقتی که طاغوت دفاع کرد، طاغوت مسلمان. بارک الله فیکم. این بود 12 کفری. 13مین کفرش موالات به کفار مشرکین دارد، به مانند این که دموکرات ها که در از تاجیکا هست موالات اونها را حق میگوید، گروه اینها به میرد و در عین زمان 13مین کفرش گفتم من، بله 14مین کفرش براءت از موحدین دارد، موالات به کفار مشرکین و براءت از موحدین. 14 کفر صریحش به مرمت ما میتونیم همراهش صحبت بکنیم. بارک الله فیکم. این بود امروز خیلی رد شدیدی به این مسکینی بیچاره زدیم و به شما برادران و خواهران میگیم که من همین کسی که ما فقط از کفر اکبر صریحش گپ زده شدیم که کفر اکبر صریح 14 کفر اکبر صریح دارد، فقط در اصول دین و مسائل بزرگ اصولی. من نرفتم به خطاگی مسکین، من نگفتم حالا گراماتیک به این داخل نشدم، حالا به این تلاوت آیات قرآن به خطا کردن نکردم داخل نشدم که اینها به ما همچنین شروع کرده بودن. ما
کفر 15 کفر 16 کفر 14 کفری نوع میگیم، اینا بلند گفت زدی و پس گفت زدی گفته گشته است. انا که 15مین کفرش هم با نو خودش این دفعه گفته است، میگه که اینها دشنام کننده و بی ادب هستند. یعنی این تکفیر کردن مشرک گفتن در اساس مناطی که الله در قرآن گفت اینا دشنام کردن و بی ادب میاد، کفر صریح دیگر است. این خیلی نیست، این عبادت است. تکفیر عبادت است. تکفیر دشنام نیست، تکفیر عبادت است. تکفیر بی ادبی نیست، تکفیر عین آداب است. آداب در بین موحدین است، جدا کردن حق و باطل است. و بالاخره کفر دیگری جهمیگی دیگرش 16مینش تکفیر عام هست، میگه تکفیر عین نیست. میگه تکفیر عین این کار میکند، هر کسی که تکفیر عین کند خوارج است. میگه در این مسئله البته ما جهمیش میگیم بعد از حجت این مسائل، یعنی در مسئله تکفیرش کمی نازکتر است، لیکن این مسئله هم چندین بار حجت رسیده است، یک کفر دیگریش است. حالا من با مدخلی به این گفت فلان عالم به این گفت و نگفت چه نمیره، ما فقط میخل از اول صریح گفت زدیم. مرحمت چالش به جواب نمیست، چالش او با جواب ما همون روزش میدیم، همون روز. و ما انتظار هستیم که یگان کسی باشد که به او رساند این چالش، جواب چالش بیاد اینجا، کشد از گوشش، کشد از او روی که فربیش بیارد اینجا، که ما یک به یک اثباتش کنیم. سوال ها داریم و اثبات ها داریم و منهجی سلفی ناب قرآن و سنت با فهم سلفی این امت بازی نکند. خودش از ما طلب کرد که کفرهای مرا من به شما چالش میکنم که بگویید. مرا چالش کردی 16 کفر. توب الی الله توبه نصوح، توبه کن به سوی الله توبه نصوح. ارجع الی الحق، به سوی حق بازگرد و توبه کن، اینوبه کن. مسکین به این عقیده موری حالیک مشرک گفته میشه. حاضر مشرک زنده استی، بعد از این حالیک مشرک میشه. بالاخره این بود منهج اهل سنت و جماعت در این بابها، یک بار فهمیدید. و این بود کفرها و شرکای این مسکینی بیچاره، مساکین جهلا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.